حمید. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع میکنیم به نام اللهی که بی اندازه مهربان، الرحیمی که رحم کننده است. الف لام میم، الله لا اله الا هو الحی القیوم. سوره آل عمران شروع میشه. این سوره به نام آل عمران یاد میکنه، اولاده عمران، چون که بحث از اولاده عمران میشه. اولاده عمران مورد امتحان یک تعداد از طایفه ها گشته. یهود قطعش سخت دشمنی داره، اما نصارا وارد مرتبه الوهیت و خدایی رسانده. این موضوع خیلی مهم است و درس بزرگ است برای مسلمانان که دین مسلمانان دین وسط است، افراط و تفرید دیش وجود نداره. آل عمران کدام طایفه است؟ آل عمران مردمان نیک ولیکن بندگان الله متعال است. نه این طور است که نعوذ بالله زناکار و بدکار باشه، و نه این طور است که نعوذ بالله بچه های و دخترای کی باشه؟ الله. دو طایفه در مورد آل عمران در خطا رفتن. یهود وار زناکار معرفی کردن، نعوذ بالله. مریم گفت که زانی است. عیسی علیه السلام در صدد شدن که در دار بالا کنه، به زعم خود در دار بالا کردن. لیکن طایفه دیگه امی طایفه را یا ابن الله میگه عیسی علیه السلام، و مریم چی میگه؟ دختری الله. یا است که سیوم الله، یا میگه که عین الله. هر دو طایفه شکار افراط و تفرید شد. رای وسط و درمیانه که حقیقت و واقعیت از او را گذاشتن، پندارها و خیالهای خود نعوذ بالله برای خود دین و نظریه جور کردن. از او خاطر این موضوع در این صورت به طریق مفصل بیان میشه او خیلی مهم موضوع است. چرا؟ به خاطری که طایفه های خیلی بزرگ که مشتمل به بسیار دانشمندا و ملا و علما بود، با بسیار مشتمل به زاهدا و تارکین دنیا بود، اما حقیقت دین خدا گم کردن، پیدا نکردن. درس عظیم به امت پیغمبر است. ملای ما ملای یهود نگرده که پشت مادیات دنیا بگرده و دیگه کل تربیه و تعلیم بگذاره، خلاص همیشه مد نظرش مادیات دنیا باشه، دیگه رفع مسئولیت نکنه. و پیرای ما به مثل پیرای نصارا نگرده که خانقاه را محکم بگیره، اوراد خود ساخته را از خود بسازه، چادر در سر مرید خود پرت کنه، اینجا خو کو دیگه او گفته برو. از بیرون خبر نشو که عفت یک دختر مسلمان چیستا گریختانده میشه، از بین میره، یا حیثیت و آبروی مسلمان از بین میره، دین پایمال میشه، یا مردم مورد ستم و ظلم قرار میگیره. خانقاه را پیش ببر، بعد از قطعی دیگه کس رو کار نداشته باش. قرآن الله تبارک و تعالی درس میده امت پیغمبر. که امت پیغمبر شما نه علمایتان مثل یهود شوه و نه پیرایتان مثل نصارا شوه. شما رای وسط درمیانه را در پیش بگیره. ملا هم و پیر صاحب هم و دیگه مردم هم امی قسم در رای وسط روان باشه. و رای وسط کدام است؟ در حق پیغمبر خود بنده الله و رسول الله بدانه. در مورد هر کس، در مورد تمام شعبات زندگی خود رای وسط در پیش بگیره، هم در عقیده، هم در عمل، هم در سیاست، هم در فرهنگ و هم در چی معاملات، در کلش رای وسط. چرا دین وسط است. این صورت از این خاطر به نام آل عمران یاد میکنه. عمران پدر مریم است. البته این عمران نیست که پدر موسی علیه السلام بود. چرا؟ در بین موسی علیه السلام و عیسی علیه السلام 600 سال تیر شده. پدر مریم علیه السلام در قرآن کریم اخت هارون هم گفته. خب مراد از هارون اونجا بسیار تاویلات است. یا چیست؟ هارون برادری از مادر قطی، یعنی برادر اخیافی مریم بوده. از مادرش برادرش بوده، هارون نام داشته. یا است که شخصی که در اونجا خیلی نیکوکار بود و مثال زده میشد به صلاحیت و نیکوکاریش. از او خاطر مریم میگه که تو اخت هارون بودی، یعنی در صلاحیت و در نیکی و در خوبیت اینطور شخصیتی بودی مثل که همشیری هارون که بسیار آدم صالح است او باشی. او را هارون میگه. این عمران پدر موسی نیست، این عمران پدر کیست؟ مریم است. آلی در اینجا سوره آل عمران 89 سوره است در نزول خود که بعد از سوره انفال و قبل سوره احزاب نازل شده. سوره مدنی است. در سوره مدنی بحث از احکام خیلی زیاد میشه. اگرچه عقیدم در ضمن بیان میشه، لیکن احکام و امور سیاسی و تنظیمی مسلمانان خیلی زیاد میشه. از او خاطر دو واقعه بزرگ بدر و احد هم در این صورت
موضوعاتش بیان میشه. امور تنظیمی جهاد که در اونجا آداب جهاد است و تنظیم جهاد توسط چی میشه؟ در این صورت ذکر میشه. چرا؟ به خاطر که صورت مدنی است. ارتباط این صورت قط ما قبل، در ما قبل سوره بقره تیر شد، در این سوره آل عمران. در سوره بقره الله حالات یهود بیان کرده بود، در اینجا حالات نصارا را بیان میکنه. الله تبارک و تعالی اسلام، دین ناب و دین سالم از سه گروه، از نظریات و از افکار سه گروه میدانه: یهود، نصارا و مشرکین زمان جاهلیت. دین اسلام از هر سه براءت اعلان میکنه. نه خرافات یهود دو گنجایش داره، نه خرافات نصارا، و نه رسومات جاهلی مشرکین مکه یا مشرکای عامی هر جایی که باشه. اسلام دین علیحده و جداست. در سوره بقره رد بالای تمام خباست های یهود و حالات یهود بود، در اینجا سری خباست های نصارا رد است. بعد از او با سوره نساء در اونجا رد بالای خباست های زمان جاهلیت است. از او خاطر الله اسلام یک دین علیحده معرفی میکنه برای ما. یا ارتباطش قط ما قبل است که در ما قبل الله تبارک و تعالی بیان دلایل توحید خیلی زیاد کرد. در اینجا الله شبهه که در مورد توحید وارد میشه او را رد میکنه. یک شبهه ای بود که یک وفد یا جرگه نجران آمده بود در پیش پیغمبر علیه السلام، بعضی سوالات سری پیغمبر علیه السلام کرده بود. از او خاطر در اینجا رد بر شبهه هایی که سر توحید وارد میشه رد بالای از اوست. این ارتباط در بین اینمی دو سوره است. در این صورت در اول اقامت دلیل است بالای نصارا که عیسی علیه السلام بچه الله نیست بلکه بنده و رسول الله است. بعد از او شبهه هایی که وارد میشه در این مورد الله او را رد میکنه. بعد از او رد بر یهود میکنه که کدام، بعد از او رد بر نصارا. هر دو طایفه در این صورت خیلی مورد رد قرار میگیره. بعد از او مقاصد بزرگی که در اسلام مثل جهاد است، انفاق فی سبیل الله است که یا متممات 4 موضوع بزرگ قرآن کریم که توحید و رسالت، صداقت القرآن و احوال آخرت است. این دو موضوع دیگه انفاق فی سبیل الله و جهاد متمم است. این هم بحث میشه ان شاء الله. آیت با آیت مسائل برای ما و شما میآید، اما موضوع خود به خود در اونجا ثابت میشه. ضرورت به این نیست که پیش ما او گپا را بگوییم. این صورت که از اول شروع میشه به الله لا اله الا هو الحی القیوم. چیزی بالا 80 نفر یک وفد یا چیستا قافله و کاروانی که یا کمیسیونی که از نصارای نجران در یمن زندگی میکردن و آمدن. تقریبا 14 نفری از مردمان خیلی کلان فامیده از یا بود. یک نفری که خیلی فامیده به نام عاقب بودی سرپرستشان است. او آمده پیش پیغمبر علیه السلام. زمانی در مسجد نبوی داخل شد که پیغمبر علیه السلام نماز خوانده بودند یا داخل شدن به رسم خود نماز و عبادت میکردند. صحابه مانع میشد، خب پیغمبر علیه السلام گفت برش غرض نگیره. بعد از او پیش پیغمبر علیه السلام حاضر شده بعضی سوالات مطرح کرد. البته یک سوال شینمی بود که عیسی علیه السلام چرا شما میگی که بنده الله است؟ اونجا خدا قرآن خودتان اونجا کلمته و روح منه است، کلمه الله و روح از جانب الله است. پیغمبر علیه السلام جواب برشان داد. جواب ای طور داد که صفات الله را که در این آیات ها میآید ای را برش پیش میکرد که آیا این صفت در عیسی علیه السلام هست و خود اقرار میکرد که نیست. گفت چطور الله شده میتونه؟ الله شده نمیتونه. اگر تو این استدلال از کتاب ما میکنی، کتاب ما مشتمل به 2 قسم آیات است، یکی محکمات است یکی متشابهات است. همیشه متشابهات رد میشه طرف محکمات. محکمات امو آیات را میگه که معنایش بالکل واضح است، احتمال تاویل و چیستا توجیهات زیاد نداره، ولی متشابه اوست که توجیهات زیاد احتمال داره. از او خاطر ما همیشه متشابه را بعد مطابق محکم تفسیر کنیم، خلاف از او تفسیر نکنیم. صحیح است که تورونجا کلمته یا روح منه از جمله آیات متشابهات اساس، لیکن اونجا عیسی علیه السلام خودش میگه انا عبدالله بگه آتانی الکتاب، من خود بنده الله هستم، برای من کتاب داده شده. خود صراحتا میگه دیگه چطور شده میتونه که او بگه که من اعوذ بالله بچه الله هستم. اینجا در اول سر سورت دلایل ذکر میشه، صفات الله ذکر میشه که او صفات در مخلوق قطعا پیدا شده نمیتونه، نه در عیسی علیه السلام
و نه در شخص دیگره. از او خاطر هیچ کسی هم بچه الله یا شریک الله شدن نمیتونه. الف لام میم، الله خوب عالم است سری اصل مقصدش. چرا؟ معنای مرادی که اراده کرد الله خوب میدانه. یا از جمله متشابهات است. متشابهات دو قسم است. یکی متشابهاتی است که از سر معنایش معلوم نیست، حروف مقطعات از همون جمله است که از سر معنایش هم معلوم نیست. یکی متشابهاتی است که معنای لفظیش معلوم است، اما کدام معنا را الله اراده کرده او چی است نامعلوم است. چرا؟ حالی استوای الله بالای عرش، عرش تخت میگه استوا برابر شدن، هر دو معنا معلوم دار است، اما کیفیت برای ما چیست؟ نامعلوم است. از او خاطر ایرا دو قسم متشابه پیدا شد. الف لام حروف مقطعات در اول سوره ها گفتیم بهترین چیز معنا امیسته که اشاره به معجز بودن کی میکنه؟ قرآن کریم میکنه و تمام انسان ها را در خطاب قرار میده که کلمات شما از همین حروف ساخته شده، ولی چه تفاوتی داره که با مثل کوچکترین سوره قرآن کریم کسی یک نابغه و دانشمند بزرگ نتوانسته که با مثل کوچکترین سوره قرآن سوره را جور کنه. حالان که حروف که قرآن از پیش مرکب شده و حروفی که شما تلفظ میکنی کلش چی است؟ یکی است. از همون خاطر آلی خو علما به حساب ریاضی، به حساب ساینس، با مختلف حسابا ارتباطی حروف با امرای صورت پیدا کرده. کدام حروفی که در سر صورت نباشه، اما حروف در خود صورت نسبت به دیگه حروفی که در می صورت آمده چی می باشه؟ زیاد. الف در این صورت خیلی زیاد است، لام زیاد است، میم زیاد است نسبت به حرفای دیگه. این قدرت الله تبارک و تعالی است. الله لا اله، الله ذاتی است که نیست لایق پرستش و بندگی الا هو، بغیر از الله تبارک و تعالی. الحی القیوم، الحی که زنده دائمی است، زنده به ذات خود است، هیچ نوع فنا سرش نمیه، برخلاف زندگی ما که از ناحیه الله است و موقت است، دائمی نیست و این صفت ذاتی ما نیست بلکه دادگی الله است. القیوم که قائم است، یعنی مراقبت میکنه تمام امور. قیوم ذاتی را میگه که همه چیزا را پیدا میکنه، بعد از او تربیت میده، بعد از او در درجه انتها میرسانه، یعنی کل انتظامات او میکنه، او را به نام قیوم یاد میکنه. پیش هم گفته بودیم که اسم اعظم الله دمی آیت ها چیست؟ بگوی مستتر است. اسم اعظم هم اسم میگه که اگر این را بگوی هر چیزی را طلب بکنی الله چی میکنه؟ میده. از او خاطر آیت الکرسی و اینمی اول آیت الف لام میم الله لا اله الا هو الحی القیوم، اینی قدر یاد داشته باش و این را بخوان، بعد از او سوال بکن هر چیزی که سوال میکنی. نزل علیک الکتاب بالحق، فرو فرستاد الله تبارک و تعالی بالای تو کتاب بالحق که مشتمل به دلایل واقعی است یا مشتمل به حق است، به دین حق است. مصدقا لما بین یدیه که تصدیق کننده است یا تایید کننده است لما برای کتابا بین یدیه که پیش ازی تیر شده، یا مصدقا موافق است لما بین یدیه امرای او مضامینی که پیش ازی در کتابای دیگه تیر شده، او مضامین اصولی و این مضامین با هم بالکل موافق است. و انزل التوراة والانجیل، فرو فرستاد تورات و انجیل. پس مردم چرا بعید میدانه؟ مثل که تورات و انجیل فرو فرستاده، قرآن کریم هم فرو فرستاده. البته فرق است، قرآن به تدریج آمده کم کم مطابق حادثه‌ای که پیش میشد. چرا؟ یکی که تفسیرش به مردم معلوم شوه، دوم است که تثبیت قلبی پیغمبر علیه السلام بیاید، سوم است که یکی از جمله اعجاز قرآن کریم هم است که در ظرف 23 سال آمده، لیکن در بینشان هیچ نوع تعارض نیست. اگر ما و شما 23 سال سخن بگوییم، 23 نه یک ماه که ما سخن بگوییم چندین مرتبه ترجمه بکنم، حتما تفاوت در بین ترجمه ما چیست؟ رونما میشه، پیدا میشه. لیکن 23 سال پیغمبر اینمی کلام بیان میکنه، در بین تناقض پیدا نمیشه. دیگه فایده به تدریج آمدن است که سرش عمل خوب میشه. انبویی احکام یک دفعه سرت نیست، یک حکم آمده او را عملی میکنی، این خوب در قلب تو راسخ میشه. لیکن تورات و انجیل به شکل یک دفعه آمده. من قبل و پیش ازی روان کردم تورات و انجیل، پیش از روان کردن قرآن کریم چی را روان کردی؟ تورات و انجیل من قبل و پیش از قرآن کریم هدى للناس که برنامه هدایت بود برای کلی بشریت،
برای کلی و کسانی که وا خود انسان می نامه. این برنامه هدایت است قرآن کریم. از امو خاطر این قرآن کریم قابل قدر و احترام است، به خاطری که حادیث راهنمایی میکنه. و انزل الفرقان، فرو فرستاد الله فرقان قرآن کریمه. چرا برش فرقان میگه؟ فرقان میگه چیزی که جدا کننده باشه در بین حق و باطل، در بین دو چیز جدایی آورده میتونه. قرآن کریم محق یا چی است؟ قرآن کریم امر اینطور کتابی است که توسط از حق و باطل با هم چی میتونی؟ شناخته میتونی. از او خاطری را فرقان میگه. توحید و شرک سر شناخته میتونی، آیات محکمات و متشابهاتش شناخته میتونی، یا اشتباهاتی که مردم میکنه یا شبهاتی که مردم داره در مورد دین، این قرآن جواب دیست، تفکیک میاره در بینشان. ان الذين كفروا، یقینا کسانی که انکار کردن از نظام حق به آیات الله، انکار کردن با آیاتای الله، امو آیاتای الله که دلالت بالای وحدانیت الله داره یا بالای احکام الله داره، لهم عذاب شدید، برایشان عذاب سخت است. والله عزیز ذو انتقام، الله عزیز است یعنی غالب است، بدل گرفته میتونه، هر اراده را که بکنه نافذ کرده میتونه. ذو انتقام، صاحب انتقام است، یعنی میتونه که انتقام بگیره. در اینجا الله تبارک و تعالی قبل از اینکه یک نوع تعریض بود بالای نصارا که شما انکار کردی با آیاتهای الله، مراد از آیاتهای الله که دلیل بالای توحید است، شما محض یک شبهه گیر آمده. عیسی علیه السلام که معجزه خدا ظاهر میکرد، از او خاطر شما فکر میکردی که متصرف و قادر کیست؟ عیسی علیه السلام است. البته زنده کردن این پرنده را کی میکنه؟ عیسی علیه السلام، حالان که او به اذن کی بود؟ الله. او اشتباهات برای نصارا پیدا شده بود، از خاطر عیسی علیه السلام مظهر قدرت کی میدانستن؟ الله. میگه الله قدرت خدا به عیسی علیه السلام داده، این نازدانی از اوسته، ابن الله. به این خاطر میگفت. با تاسف امی شبه عالی به مردم مسلمانی ما در حقیقی پیدا شده. اولیاء کرام وقتی که در دستی ولی یک امر خلاف عادت صادر شوه، فکر میکنه که نمی ولی دیگه متصرف کامل است، حالی دیگه اولادم داده میتونه، بگوه دیگه حاجتم پوره کده میتونه، مشکل عمل کدم میتونه، بس دیگه بازور نازدانه میگه میگه الله یار نازدانه قرار داده. الله خو قانونش است که ما را نبخشه، خوی نازدانه است، الله را مجبور میسازه که خلاف قانونی خود چی کنه؟ فیصله کنه. الله مجبور شده میتونه؟ قطعا شدن نمیتونه. این را باید بدانیم. خود تعریض بالای از او عظمی خاطر است که کسایی که انکار میکنه از توحید الله، لهم عذاب شدید، برای از او عذاب سخت است. او اگر کسی میگه که چه قسم انتقام بگیر از ما، والله عزیز الله زبردست ذات است، هر اراده را که بکنه در سر رسانده میتونه. ذو انتقام، صاحب انتقام است، میگیره انتقام. ان الله لا یخفی علیه شیء. حالی مناظره شروع شده است. پیغمبر علیه السلام قطعی وفد نجران میگه عیسی علیه السلام در کتاب شما کلمه الله است، روح الله است. پیغمبر برش میگه از تو سوال دارم که آیا سری تمام چیزا علم کی داره؟ کدام ذات داره؟ از الله یک چیزی پوشیده باقی مانده میتونه؟ هو الذی، الله خود ذات چی؟ ان الله، یقینا الله تبارک و تعالی، لا یخفا، پنهان نیست، علیه بالای الله شیء چیزی، فی الارض در زمین، ولا فی السماء در آسمان هم پنهان نیست. آیا همین صفت در عیسی علیه السلام دیده میشه که از عیسی علیه السلام یک چیزی پنهان نباشه، نه در زمین نه در آسمان؟ وفد نجران قرار شد دیگه، اما کلان که عاقبش بود باز دیگه گپ زده نمیتونست. چرا؟ اگر بگوید که عیسی علیه السلام برش معلوم است، برش چی است؟ معلوم است، باز خو عیسی علیه السلام در معاصره قرار گرفته، باید میفهمید که من در معاصره قرار میگیرم چیست؟ باید وقت خدا نجات میداد. او خود شما نصارا عقیده داره که او را یهودیا دار چی کرده؟ بالا کرده، بعد از او زنده شده. در کجا رفته؟ در آسمان. نصارا هم عقیده داره که در دار بالا شده، یهود هم عقیده داره، نصارا عقیده داره که در دار بالا شد، بعد از او زنده شده. الله در کجا بالا کرده؟ در آسمان. اینا علی پیغمبر علیه السلام ایره دلیل مقنعه میگه که شور خورده نمیتونه. ان الله خو ذاتی است، لا یخفا، که پوشیده پنهان نمیمانه، علیه بالای از او شیء هیچ چیزی، فی الارض در زمین، همه چیز برش نمایان است. دشمن، دوست، چی اراده، چی تصمیم داره، چی میکنه، کلش برش نمایان است یا نیست؟ هست نمایان. خو عیسی علیه السلام است
ولا فی السماء، در آسمان هم از پیشش هیچ چیزی پنهان نیست. عیسی علیه السلام این صفت داره؟ نه. چطور خیر الله شده میتونه؟ صمون بکمون. بعد از میگه هو الذی، عجیب است، شما خو میگی مریم الله است یا عیسی علیه السلام الله است. عیسی علیه السلام در شکم مریم مراحل جنین بودن خدا طی کرده یا نکرده؟ از مریم پیدا شده یا نشده؟ یا گفتن بله، گفت بیا دیگه. هو الذی، الله خو ذاتی است، یصورکم که شما را صورت میده، شکل میده، فی الارحام، در رحمای مادر، کیف یشا، بمون قسمی که الله بخواه. که شما را سالم پیدا میکنه، ناقص پیدا میکنه، رنگ صورتی تان بدرنگ یا خوبرنگ، گندمی یا سیاه یا کدام قسم، ببینه چی صورت هاست. اینطور صورت ها که از آدم علیه السلام تا آلی را حتما تفاوت در بین دو انسان چیز موجود است. در یک چیز نه در یک چیزش تفاوت وجود داره، بلکه اونا تحقیقات جدید ثابت کرد که 62 انسان با هم قطعا موافقت نداره. این کلش دلیل بالای قدرت بزرگ الله است. لا اله الا هو العزیز الحکیم. خو عیسی علیه السلام هم صورت داده. آیا کدام شخصی که صورت داده شده باشه، مراحل جنین بودن طی کرده باشه، الله شده میتونه؟ او خو محتاج بود در شکل و صورت خود به کی؟ دیگه چطور بود شما الله میدانه؟ صمون بکمون. دیگه گپ خلاص بود. امروز شما به می دوستایی مسلمانیتان که دعوای اسلام داره برش بگو. تو کی حاجت طلب میکنی از سخی صاحب، آیا سخی صاحب از حال تو خبر داره یا نه؟ دمو موقعی که مشکل برات پیش شده رسیده میتونه یا نه؟ بگو برام. تو کی مریضه در این جا آورده، من پیش که واقعا را براتان گفتم که آیا از این سوال میکنه یا نه، که کدام جای درد میکنه، چه قدر روز شده، این سوال میتونه؟ معاینه داره که بمانه؟ لابراتوار داره که آلی عکس و تصویر و اما چیستا خونوی تا معاینه کنه؟ داره؟ نسخه داره؟ خیر دیگه چطور شفا داده میتونه؟ مرا گفت میگه اموتور شفا داده میتونه. اموتور خو کاری الله است. باز خیر الله جور کردی، شرقی کده و جوان در پیشانی خود زد، گفت الله تو را خیر بده، من خود تالی را می عقیده را داشتم. من گفتم تالی را داشتی خود پشت قرآن نمیگردی. پیر صاحب برات میگه که قرآن نخوان، ملا صاحب میگه قرآن نخوان، همیشه در می عقیده شرک باقی بمان، در عقیده شرک برو دیگه. باز دیگه نه حجت به دردت بخوره، نه زکات، نه نماز، نه روزه، هیچ کدام. شرک همونطور گناست. نکنی او مردم، نکنی، قناعت برشان بده. باز چی میگه؟ ما خو نامدیم که مستقل از او طلب کنیم. چی میکنیم؟ واسطه میکنیم. الله خیلی مهربان است یا واسطه؟ از تو سوال دارم. الله میگه در دربار ما ادعونی استجب لکم، از ما طلب کنی که اجابت کنم. دیگه کس های از الله کده دیگه کس هم رحمان است؟ خب واسطه طلب میکنی؟ بله. الله برد واسطه را گفته. چی را گفته؟ عمل صالحت، ایمانت، عاجزیت، اسما و صفاتی کی؟ ایمانت پخته کو، عمل صالح را انجام بده، عاجزیت ظاهر کو، دستکی تا بالا کو، اللهم ربنا بگو. باز دیگه حدیث برد میگه پیغمبر علیه السلام که الله حیا میکنه که دستی بنده خدا پس چی روان کنه؟ خالی روان کنه. خود تو الله را نشناخته تالی را که الله کدام ذات است. یصورکم فی الارحام، صورت میبنده شما را در رحم. سه تاریکی در اونجا وجود می داشته باشه. اگر مراحل جنینه که روز در روز، ساعت در ساعت در او تغییر میاد، آلی عکس برداری، فیلم برداری هم میشه، فیلم برداری میشه. یک مراحل جنینه که تو مشاهده بکنی که روز به روز تغییرات در او جنین آمده رایسته. یک انسان که یک انسان اسرار آمیز الله او را اونجا صورت میده که امروز بیرون برآمده. تا حالی را تحقیقات سری وجود انسان شروع است. خود دکترات تکمیل کرده تحقیقات؟ کلا. اگر یک عضله را وظیفه‌ش یک چیزیش معلوم میکنه، دیگه چیز از پیشون چی میمونه؟ غایب باقی میمانه. تا حالی علم انسان سری خود انسان تکمیل. همینطور انسانی که یک دم راز است، ایره کی ساخته، در کجا ساخته، در تاریکی ساخته، در کدام جای ساخته، چه قسم شکل داده، آیا سری سجده به این طور ذات مانده شوه، یعنی که به مخلوق عاجز؟
به قبر مردم میره طواف میکنه او روی خدا میماله. ما در کامپیوتر دارم براتون نشان میدم خو که مردم در قبر حسین از کجا دور دستمالا را اینجا در گردن بسته کده به چارغوک میره، به شکل انسان نمیره، به شکل چی میرن؟ حیوان چارپای میره. باز اونجا که میرسه که میماله که چیغ میزنه که یا حسین یا حسین میگه میتور میکنه. این کدام دین است؟ عبادت است یا عبادت نیست؟ عبادت است. سجده را به این چی میکنه؟ به این قبر میکنه. قبر چی میتونه؟ حسین را در چندین سال تیر شده، استخوانش ریزه شده، نه صدای تو را میشنوه نه با تو کمک کده میتونه. اگر سند و دلیل داری بیار. مرتبه پیغمبر علیه السلام زیاد است یا مرتبه حسین رضی الله عنه؟ مرتبه علی رضی الله عنه خیلی زیاد است یا مرتبه حسین؟ ولی چطور شده میتونه که پیغمبر در مدینه حالات ناگوار و سخت المناک نواسای خدا ببینه و علی از اولاد خدا ببینه، خامی قدر نتانه که دشمن چی کنه؟ دفع کنه. چطور شده میتونه؟ لی عقل کدام طرف رفته؟ قرآن هم همیطور میگه قابل پرستش و بندگی الله است. از او خاطر بعد از او چی میگه؟ لا اله نیست قابل پرستش و بندگی، لا اله نیست قابل حاجت خواهی، قابل مشکل کشایی، لا اله نیست حاکم تشریع که یک چیز حلال و حرام بکنه، لا اله نیست ذاتی که فرمانش بیچون و چرا پذیرفته شوه، الا هو بغیر از کی؟ امیطور الله که تصویری انسان در رحم مادر چی کرده؟ انجام داده. همونطور ذات قابل پرستش است. العزیزو که نافذ است اراده از الله، اراده الله را کسی گرفته نمیتونه. الله میتونه کلی مردم وادار به یک دین بسازه، هیچ کس مخالف نباشه. لیکن الحکیم حکیم است. چرا دنیا را برای امتحان پیدا کرده، به هر کس اختیار داده کدام را پیش میبره. الله را پرستش میکنه یا قبر را، الله را پرستش میکنه یا پیرا را، الله را پرستش میکنه یا ملاها را، الله را پرستش میکنه یا چنارا را، الله را پرستش میکنه یا سنگارا. الله حکیم ذات است. تو را گذاشته ولی تو که الله حقیقی تا نشناسی، لیاقت بندگی را تو نشناسی، تو کدام بنده؟ کدام طرف روان است؟ هو الذی الله ذاتی است انزل علیک الکتاب، بله شبهه که براتان پیدا شده از آیت متشابه است. آیت متشابه را رد کو با آیت محکم که معنایش خیلی واضح است. آیت متشابه تو را گیج نکنه که والا اینجا اینطور آمده، این معنا را احتمال داره، این معنا را احتمالش بگذار، برو دا آیتی که بالکل معنایش واضح است. هو الذی الله ذاتی است انزل علیک الکتاب که روان کرده بالای تو قرآن کتاب، منها بعضی از این کتاب آیات محکمات، آیاتی است که محکم است، هن ام الکتاب که نمی آیاتا اساس قرآن قرار داده میشه، و اخر متشابهات دیگه آیاتایش متشابه است. در محکمات و متشابهات بسیار معانی است، ما بسیار بحثش نمی کنیم، بحثای علمی را فقط دو معنا را می کنیم. آیات محکمات است در قرآن کریم، هن محکمات معنا دو معنا را در اینجا می کنیم. بعضی از قرآن کریم آیات محکمات است، معنای مراد از این خیلی واضح است، هیچ نوع احتمال تاویل نمیپذیره، بلکه هر مقصدش بالکل واضح است. هن ام الکتاب، نمی آیاتا که محکمات است یا اساسی قرآن قرار داده میشه، متشابهات رد میشه، برگردانیده میشه طرفی آیاتا که معنایش خیلی واضح است. و اخر متشابهات و دیگه آیاتا متشابه است، یعنی معنای مرادش خفی است.